صلی الله علیه و سلم فرمودن هر مسلمانی که یک خدمت به خاطر خدا در حق برادر مسلمانش میکنه، اگر او به اندازه یک شوکه خارم باشه کار خیرش همون سبب میشه و پگه بهشت میره. سلاما باید به خاطر خدا باشه. دین ما انا همینش بزرگه. در تمام کتاب دنیا و دنیاداری کاوه یگان صحیفه نمیاوه که در او خالص لله نوشته باشه. این فقط در دین ما هست. اگر همین کتابای همیو رو بین یک کس یک متر به ماشینشون جا نمیبرن، یگان کار در خالص لله ندارن، لیکن این اسلام بین که کمکامان خالص لله هست. آدما خالص لله هفته هاش خود خوراک میتین. آدما خالص لله ماه رمضان و پرگی افطار دادن. آدما خالص لله آدما را حج رای میکنن. خالص لله ما جوان مردای را دیدیم قسم به خدا گرده هاشون دادن. ما دیدیم انسان را که 4 فرزند داشت، گرداش ایکار برآمد، جوان مرد پرسید گفت که این تا بردن $20,000 میشه. گفتم گردی من ببینی اگر توغی گرت ایشه. بردنم یک هفته توغری موندن، یک گردش به خاطر خدا داد. همون انسان 10 سال زندگی کرد بعد دنیا گذشت. امروز مسلمان بین که صحیفه دین ما خالص لله داره. نماز خالص لله، زکات خالص لله، صدقه خالص لله، سلام خالص لله. هر کسی خالصا لله اگر دوستی کنه، رفاقت کنه، صدقه تیه، این نمک ایمان چشیده بده. هر کسی که سلامش خالص لله های 30 ثواب داره. اگر سلام کنیم که کارمون بود کرده، سلام کنیم که پگه کارمون بود میکنه، سلام کنیم از روی منصب و چاپلوسی، این 30 ثواب نمیگیریم. بعد خالص لله باشه سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگی، 30 ثواب میگیری. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن 2 مرد به خاطر خدا سلام میکنن تا جدا شدنش خدا گناه های اونها را همش میبخشه، گناه خودشان. یعنی که سلام خالص لله گناه های خورده میبخشیده. من تصافح رجلانی، 2 مرد اگر به خاطر خدا مصافحه میکنن، کف به کف میمونن، جدا شدن در خدا گناه های خودشان همش میبخشه. البته گناه های کلان توبه قطعیه. گناه های کلان وای با خود شریعت داره. گناه های کلان در شریعت قانون خود چه داره، نه که گناه های خورده خدا با سلام خالص لله میبخشیده. طعام به خاطر خالص لله. حدیثی که امام ابو داود روایت میکنه که 2 مرد به خاطر خدا اگر دوست باشن، روز قیامت در عرصات روبرو میآمدین، میگفتین که پروردگارا ما به خاطر خدا یکدیگر منقدر دوست بدیم. حدیث دراز پیغمبر قصه میکنه که وا میخرن، یکی میگه به سوی دوزخ برده میشه و یکی به سوی بهشتیش میگه من قدیم خالص لله دوست بودم. بعضی کاراش کم بوتیه. ما دوستیمون همین جدا بود. پروردگار من میخوام که همون رفیقم میدونم ثوابش کمه، اما به سبب دوستداری خالص لله من میخوام که همین قدیم با بهشت روه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که دوستی به خاطر خالص لله همون دوستی که ثوابش هم کم باشه، اعمالاش هم کم باشه، همون رو به سوی بهشت میکشیده. برای همین دوستی ها باید به خاطر خدا باشه. الحب لله والبغض لله. به خاطر خدا بد بینه، بی نماز بد بینه، عاق پدر بد بینه، حرام خور بد بینه، زیناکار بد بینه، اونها رو نخنده روشانده، جوان مرد باری باشه، دیوس بد بینه. باید جدایی ما هم به خاطر خدا باشه. قهری را به خاطر خدا نکنه که نزد خدا جهنمی میشیم. همین قهریگی هم باید به خاطر خدا باشه. وقتی فساد، فاسق، فاجر، من چون میگم در مجلسی وشته، من چون میگم در مجلسی وای گشته، من چون میگم در خونه وای رفته، وقتی او ای خدا و رسول من دوره. روز جنگی احد عمرو بن جموح قطی عمرو بن حرام هر دو شهید شدن. 2 صحابه بودن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی جنازه هاشون خوند، گو برای عمرو بن حرام قطی عمرو بن جموح یک گور کنه. گفتم فرستاده خدا برای چی این خیل کنیم؟ گو در این دنیا ما یگان روز ندیدم که هر دی یا جدا باشن. بعضی آدم رنگیدم که جوره هستن که دوی مجویان. گو من در همین دنیا ندیدم که همین جدا باشن، میخوام که در خانه آخرت هم جدا باشن. در یک گور عمرو بن حرام قطی عمرو بن جموح
پیغمبر در لحد مون. بعد 40 سال جابر ابن عبدالله میگه قبرستان احود میگه سیل زد. 40 سال بعد جنگ احود پیغمبر از دنیا رفتن، ابوبکر از دنیا رفتن رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر از دنیا رفتن، زمان خلیفگی حضرت عثمان بود. میگه 40 سال بعد او میگه سیل آمد زد احود، میگه مرده ها رو برآورد، خبر آوردن که قبر تقایت هم در موج حضرت سیل کنده ایشونا. میگه من سراسیمه دویده رفتم 40 سال بعد رفتم که سیل آمده، میگه همین خیلی رفته که مرده های احود میگه کفته، میگه بسیارش میگه نمایانه. میگه رفتم بعد 40 سال میگه همین دهلیز ششته نگاه میکنه، میگه عمرو ابن حرام قد عمرو ابن جموح که اتش تقایم بودش رفیق بود، میگم که خواهن که میگه نه خوشان برده. شهیدای خدا هم نمیپسن با چشم سر دیده. میگه تقام تبسم کرده خواه. دوستی حقیقی در خانه آخرت هم یکم به خاطر خدا هم. برای همین ما دوستداریمون به خاطر خدا باشه، صدقه هامون به خاطر خدا باشه. و ما کان عند الله و هو باق، چیزی که به خاطر چیزی که به خاطر خدا باشه، نزد خدا باشه و ای باقیه. 10,000 سال پیش کعبه را به خاطر خدا ابراهیم خلیل الرحمن ساخت. من 10,000 سال میشه که کعبه را آبادی شوینه. به خاطر خدا ساخته. مدینه رسول به خاطر خدا ساخته شده. بینه چه آبادی های. هر چیزی که به خاطر خدا باشه وای آبادی های. هر چیزی که به خاطر خدا باشه مگه یان فر و میپره میروه. یا وقتایی بود کوچه ها با نام آدما بودن، هیکلاشون کشال بود، دپل و صورتاشون بود، به خاطر خدا نبودن نیستن برفتن. برای به خاطر خدا باشین. دوستیمون، رفاقتمون، دوستیمون، سلاممون، حتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که ناناتون قطعی صدقه هاتون در آدمای با تقوا تی. گفتن چی با؟ گفتن با قوت او طاعت میکنن، شما هم در ثواب طاعت او قوشه. اما آدمای نماز خونده تی صدقه هاتون. همین ناناتون با آدمای نماز خونده دعوت کنه خرم با تقوا و همین قوت میرن نماز میخونن، شما در کار خیر سهم داره. اسلام همین خیلی اسلامه. یک آدمی گناهگار داره تی، یک آدمی گناهگار در مقصد جابجا کنی و برای به همه عمل گناه کنه، ما هم خوش میشیم در گناهی ما. برای همین کوشش کنی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث ترمذی که پیغمبر گفت که مالاتون قدی صدقه هاتون آدمای با تقوا دته تا اینکه در خیری و شما هم خوش شوی. برای دعا میکنم که خدای خیر قبول کنه و جمعیت ما را جمعیت خیر گردانه و عزت ما را خدای زیاد گردانه و هدایت ما را خدای زیاد گردانه و ای برادری ما شیر علی را و هر کسی که نیت های نیک دارن خدای به یک خانم اسلامی فرمان بردار خدای نصیبشان گردان. پیشگاه کاری برادری ما را کشاده گردان. پروردگار دامناشون از فرزندان صالح و صالحه پر گردان. از دامهای نفسانی و حیوانی و شهوانی نگهبانشان باش. خیرشان قبول گردان. گذشته هاش رحمت کن، زنده هاش برای راست هدایت کن.